حالا میگم این دعوتگرا کس یا ایمان 100% خدا نگاه کردن نمیتونن همین تقوای خدا اخلاص خدا. چرا که این بعضی مردمای چاپلوس و دروغگوی که میامد 4 تا توصیفش کرد زد سویره برد تو مغرور ساخته یکی باز در رام که میره که باشون دیگه یا گفت تو ببینه که تو باز هر کس که آمد تو ببین چه این حال مثلا که پیش آمد باز میگه سلام علیکم. اوه خوب هستی جور هستی جانکم جور هستی خوب هستی اینجوری رفتم کلام گفت پیش فلانی نفر ما رفتیم دیگه نکدم فهمی این حال اینا میخواد که ماچ کنه این نفس هستی دیگه چی است بس سلام ازی و بوالی که به این قناعتش نمیه یه دیگه به زور دوست خود چی میکنن ماچ کن باز کن تو جان آدم در جای من بود رفتم یک نفرم تو فقط فیل واره یک بغل خم کرده بود هر کس میامد تو دست زیر ماچ میکرد من که رفتم خدای این دست زیر کجایش خورده هیچ چطور وقت من جوان بودم تو سنم من دست زیر ماچ نکردم دست از چیز که من ماچ کنم بعد از اون نه در قرآن گفته که دست زیر ماچ کنه در دین گفته چی دست زیر ماچ کنم من قرار شد باور بکن تا آخر مجلس سوندگام تو خنده نکسن چرا چون غرور نفس ازی تکبر ازی شده بعضی اوقات تکبر در چی پیدا میشه در لباس بسیار لوکس بعضی اوقات در لباس بسیار کهنه که اینم از لباس کهنه پوشیدیم کوتیه که سرچپه پوشیدیم من بسیار با تقوا هستم احیانا غرور در کالای بسیار لوکس پیدا میشه احیانا فکرتان باشه غرور در چی پیدا میشه در کالای بسیار کهنه